این حقیقت است. دعواهای پیغمبر نشدگی واقع است. میگم موضوع است دیگر نگیرید. سلام نشدگی صحابه بود. ولی ما شما صحابه کلیش نمیارده، پیکاش نمیشه. شب روز محمد خدمت میکرد، چی جهاد است، چی در مسجد، چی در لب نکرده در تای محمد بود. وقتی که میگه عمرش با آخر رسید، در وقتی جان دادن زبانش با کلمه نگشت. این دعوای محمد علیه السلام چیزیه حقه. صحابه آمدن دیدن که زبانش نگشته است. پیغمبر خبر داد یا محمد گفتن این عبدالسلام از زبانش نمیگردد، بیا. رسول الله وقتی که میاد میگه یا قل لا اله الا الله محمد رسول الله، زبان نمیگردد. حیران میشه. زنش رسول الله جد میزن میگه اینجا بیا. ای زنم این چیکار چی گناه داشت که زبانش با کلمه نگشته است؟ من نمیدانم بود. دایم در خدمت شما بود. دایم 5 وقت نماز در مسجد میخوند. هر روز خیلی احسان میکرد کمبغلا بیچاره، لیکن نمیدونم. بعد گفت که زن مبادا مادرش ناراضی میشه. سلمان فارس گفتم برا مادرش گفت اگر نه ما میریم. وقتی خبر دادم جان فدای محمد بود ما میریم. مادرش اومد میگه گفت من بچه تو ببین. اگر راضی شی جان با کلمه میگه ایلا به ایمان میراود بکن. لکن من در خدمت کردم. چون گفت این کار کردی؟ گفتیم از بخاطر زن و ویش من ای خانه براده پیش کرد. من نه در این دنیا راضی هستم. نباشم رسول گفت که هیزم جمع کنید. هیزم جمع کنید. وقتی که صحابه هیزم جمع کنید سر کردم، آلنگی زن گفت چکار میکنی؟ همین بچه رو در همه دنیا علاو سر میکنی. در پیش چشم خودت بی این علاوی دنیای چی نیست؟ ولی علاوی آتشی جوندخ این میلیون گرادش برند است. گفت من نمیخوام که بچه من در پیش مورد نباشم و راضی شم. و مجردی من از بچه راضی بودم لا اله الا الله محمد رسول الله میگه جان به حق تسلیم کرد. محمد تمامی صحابه گفت ای صحابه آگاه باشه، گفت کسی که پدر مادرش ناراضی میکنه گفت وای به ایمان از دنیا میره. من آخرت تا که دنیا تا اون نکرد آخر $10,000 داشته کسی $100 یک سال نمونه. نیکی و عبادتی کردید، عملی کردید، همش بیکار است. برای از خدا ترس دارد انشاءالله. روز قیامت ندانید، روز قیامت محکمه سودی میشه. ولی خدا همه را سود میکنه. از خدا خواهد انشاءالله پرزیدنت کشیده تا مفتی هستیم، فقرا هستیم، گنرال هستیم، خدا خواهد ملا هستیم، فرق ندارد. هر یک آدم پیش الله جواب میده محکمه سودی. روز قیامت خداوند بعد از توحید، بعد از کلمه لا اله الا الله خدا شناسی، بعد این نماز ای حق مردکا پدر و مادر میپرسیده عطا پد روزیه نیم نباشه دوزخ. زنها را بعد از طاعت و عبادتش بعد خدا شناسی نماز ای حق شوش میپرسه. این چشماش اکشایه ولی بعد از زنها که شوش پرسنوات ندارن کراز کننده زوانش هم کرد. پیغمبر شب میلاش دوزخ هم نشونش داد خدا سبحانه و تعالی. دوزخ اومده دید یک زن از زبانش کشاله. جبرئیل گفت این زن چی خصلت داشته باشد که خدا از زبانش کشال کرده؟ این زن گفت زبانش یک خلال بود شوش آزار میده. تو کی بدید تو چی شدی؟ من چی کردی؟ شوشیده. این زنها پره با بعدش حجاب داره با بعدش نماز نخونه روز یه هم نماز است. مرد میکنه گرم زنه، مرد با خواب یکسون میکنه گرم هم زنه. اینا از خدا ترسن، نماز کنن خدا خواهد انشاءالله، طاعت عبادت کن. یکی شهادت در تاج سر داشته کرد. من یک دقیقه میگم دورهای محمد علیه السلام و فاطمه مادر همه میشناسن. دوری یکی بهترین زنهای دنیا 4 تا زنهای بهترین خود زنها گوش دارید. زنهای دنیا 4 تا یکش حضرت بیبی مریم، حضرت عیسی علیه السلام هم مادرش، زنی که از مردم در ایمانش بخواد. یکی زن فرعون آسیا، زن فرعون خودش لعنتی کافر شد مرده بود دوزخی شد، زنش ایمان آورده خدا خواهد مسلمان شد. یکی دیگرش خدا خواهد اولین زن محمد صلی الله علیه وسلم خدیجه مادر بود. یکیش فاطمه است دختری حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم. همین دیگر شوهرش که جنگال کرد علی کتیو یک بی سال سختر زد و خفه شد. 7 مراتبه درگیرش گیر گشت. گفتی جان علی جان راضی شد، ای خدا میترسم. علی نگه توسل کرد لیکن دیلش طاقت
میگه در پیش کی رفت؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت. گفت که پدر جان، گفت من داماد تو علی خفا کردم، گناه من از خدا پرسید. در رسول دست نبرداشت، تلفن گرفت، تماس نگیری فقط. گفت که ای فاطمه، گفت علی راضی شد نه؟ گفت که علی راضی شد. اگر علی راضی شد حاجت خدا پرسیدن نیست، لیکن گفت پخته ارگش بود لو میتی قبل رضای علی ولا تصلی جنازه تکید. فاطمه علی خفا میکرد میمردی، من جنازه تنم دختر شد الموجه به جنازه گول بکرم که اگر علی خفا میکرد میمردی. یاد دار گفت اگر کدام زنی که گفت مثل بی مریم عبادت کنم، من بی مریم تمام حیاتش در مسجد زندگی کسی سوره مریم از خونه عجایب چیزی کسی داره. حتی از جنت برای بی مریم تعام میومد از جنت. در بخار در تابستان زمستان میوه ها میومد، در زمستان تابستان میوه ها میومد. زکریا شوی خالش بود، در تربیتش گرفتگی بود. اما زکریا دیمانده بود کیا؟ گفت فاطمه. یا گفت بی مریم. این ناز و نعمت از کجا آمده ساده؟ و این الله گفت این الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این گفت اینا خدا میاد. خدا به حساب و کتاب گفت اگر دوستش باشی میتیاد در هیچ جا خواهد نکنه. گفته خدا که نشان کنی، نماز خون، روزه گیر، زکات بده، حج کن. خدا خواهد توری گرد انشاءالله. خدا خواهد عرب نکن، زنا نکن، دزدی نکن، فالبین کیبار بازی نکن، انشاءالله پرسه نده. الله خدا خواهد پرسی نوازش میکنه. از خواهده داد خدا میگه من ایدای رزق بدیم در خیال نیست. خدا نوازش میکنه. خدا طرفداری سول هست، خدا طرفداری تینگی آسایشتگی طاعت و عبادت عزیزان من. سوم چیزی که خدا خواهد حرام کردگی است این بت پرستی است. بغیر از خدا کسی که خدا خواهد بت سجده میکنه. بت خدا میگه مثل مشرکای عرب. در کعبه 360 بود. برای چی بود یهودان مثال کفر شدن؟ سبب که عزیر را بچه خدا بودن. برای چی امروز خریستیان ها کفر شدن؟ سبب که عیسی بچه خدا بودن. کتاب انجیل را نخوان. انجیل مبادا خونت نباشد گورش کن. یک کم آیتش کنش کفره. من چندین انجیل ها آوردم پیش من دیدم ازبکستان نیست است عیسی الله‌nin oğlu. روسیشن نیست است عیسی سین باشه. تاجیکشن نیست است عیسی بچه خدا. کسی که اگر اعتقاد کنه که خدا بچه داره، عطا داره، اپا داره، زن داره، دختر داره، شریک داره، فرزند داره، با کفر میشه. خدای چی نداره؟ سوره اخلاص خوندم. من تفسیرش نمیکنم. سوره اخلاص نبود صفت علامه کرد. آتش نبودنش، اپاش نبودن، بچه نداشتنش، ولی یکس برابر نشدنش، همش خدا در این سوره اخلاص رفته قرآن بی خلافت. 113 سوره اخلاص است. بالکل خدا خواهد بسته میشه. کسی که اگر اعتقاد نده شما در خونه تو تنقه زدی. انا شیک است. در خونه تو خواه کشا کنه که چشم نگردنه. امروز چشمش میگه نشون. خورمیت در دست تو چکا کسی کنه سیخ نکنه اگر باید خدا گل در دست کارم. کار تکشیرش میگه چشم نگردنه. چشم نگردنه. هیچ شیعه نگردنه. شهرزادی در کتابی گلیستان میگه همین خوابی نزده خالی بیچاره زنده هست. رسا در کلش بزنه یک و چوه دفت نمیکنه. بعد من کله را در سر زنده زده میونم. روسیه وای کله مردگی چیز بکنه. مردگی چیز که بخش میاره. و تکه کنه در خونه زده. ها این بخش میاره. نوزم بیلا ما تکه پرست نیستیم. ما خود پرست نیستیم. ما الله پرستیم. چی میکنن؟ الله میکنن. الله متکیه کن. ولی بعد کارش شویش نکرد زن شنده که چراغ بزنن. بی سه شنبه ولی دروغ ایران. ولی بی سه شنبه کفر ایران. با بی سه شنبه کتابش من مطالعه کردم آدم پیشم. باید گفتست که این پخته را میگیری، مایز را میکنی، دمچاش را میکنی، کنش را میکنی، در پخته میکنی. بعد بوده در ای دایره خدا سوخ میپرپیش. بعد خواهد من همونجا میام بچه میتی به روسیه باید. پیوه خدا بچه میتی، خدا بخته میتی، خدا کار بکشل میتی. نماز کن کار در پیشه. گر تو بنده خدای میگم، گر پیوه قرآنی، گر خادم رحمانی باید نماز کنی. کارت پرفایز گردد، عمرت پرفایز گردد، عمرت با برکات گردد، با
باید نماز کنیم. 5 وقت نماز تو کندوران میرن کل منطقه میگه تمام کرده میگه تو با چی نکن تکابی برون ندام فهم نکن 3 که سودا میکنی 3 که نفسه خداخواه روگان یادت خداخواه 85 یادت 95 یادت آدم کورده او طرف تا آدم میده چوگان چند که خریدی میگه عبدالعزیز 80 خریدش او سر میگه که بگین 85 خریدش دیده که میگه نیلان بوده بانکرات شد یا ترازو میدن خداخواه هوا ترازو ای ترازو خداخواه بسات جان تیزا جان سکان میکنه بعد با ارزو نمیگن آیا همون فالاکی ارزو نید در بازار و این نیمشه دیگه یا خداخواه وایشه تشکل میگن دوزخی یا خداخواه اینجا بنده که میبندش کاری نکنه ای خدا ترس توبری کار که خداخواه اینشان من 20 ساله سوداگرم همه کار میکنم همه چیز میزنم الحمدلله یگان کس ای مالی من نورشتگی نیست یگان کس از باری من نورشتگی نیست من سیقا کم میزنم زندال خواستم من بازار ناموس نمیکنم مولا باشه کن زندگی کنم من بیزنس منم روغن میفروشم همه کار میکنم چی ای باشه من برای همین $1,000,000 نمونه شوم من زنها رو فتوا میکنم کدام زنی که شوهرش مردگی مبادا زندگی تمرین میکنه ندارم مسئله فقهی امام اعظم در میتونه زن اومده در بازار سودا کنه با حجاب حجابش خداخواه باید 5 وقت نمازش حجابش اومده کی گفت نمیشه شریعت ما شما چیزی پیچیدگی نیست شریعت ما شما بر دنیا هماهنگ رفتن میگیرن شریعت حاضردی نه حاضر زمان که دی رفتن میگیرن یکی دیگرش انشاءالله محترم جماعت والازلام فال بینی حرام است فال تیرهای فال چی با کتن میبینی چی با خرافت اشتالی میبینی چی با آینکچه میبینی چی با بلا و بطر میبینی همش کفر است همش شرک است مشرک نشید از خدا بترس برای این صحبت کنیم صحبت بسیار است عزیزان من انشاءالله با روزای خوب شما عزیزان هم صحبت میشیم یگانه آخرین سخن میکنیم که نماز خانه نکنیم انشاءالله رو با طاعت بیاریم رو با عبادت بیاریم کار کنیم که الله راضی شد انشاءالله نماز خوان شد از شما هیچ کس آزار نمیکشد همین بگوید در کتاب مطالعه کردم بینید حضرت بسطامی گفته یک عالم زود گذشته کرد دنیا ما بسطامی همین وقتی که برای طلب علم گرفتن میرود و مصر مادرش میگه یک نونای کوک بستش میگه بچه میگه همین نونای کوک دارم خراب دیگر هیچی ندارم مبادا اگر گشنم یاخی میخریم میرن در ملا گشنم نمنا میگه همون دوباره شک شده شما دوباره میگه دوباره شک شده میبینه که تمام مرچه نوش شده در همین حالت بود میگه تمام مرچه چار اطراف میگه میدوان همه جمع میکنه میگه با همون روماش میبنده میگه درمیونش گشته پیش مادرش میاد این رحمه بینید میآید وقتی که مادرش میگه بچه ما خود تو برای طلب اینو رفتی چی شد تو گشت آمدی مادر جان همین نانایی که شما داده بوده تمام میگه مرچه ها زد استش من نخواست ای خدا ترسیدم که من این مرچه ها را این وطنش بیگونه میکنم فقط روز قیامت خدا من پرسه که این مرچه ها چون در یک وطن بیگونه سر دادی سرگردون کردی از خدا ترسیده گشته اومدی مادرش را میگه الهی میگه خداوند که این رحمه که برای یک عادی شما چمالی شده عادی که تو رحم کردی الهی خداوند عمری با برکاتت گرم عالم که با دعای مادرش عالم بهتری که در دنیا محسوسی انا بینید لحظه مرچه که از مرچه ایدست میگه آدم زده شده آدم کشته شده همسایه زده شده زن زده شده باید دیلازار نشد از دیلازار خدا بیزار است اگر نماز خونی بیزازار نمیشه نماز خون شیخ داخل انشاءالله حتی که یک عادی ترین مخلوقات رحم میکنی فرزنده که خدا خواهد هر روز بوسش میکنی هر روز نوازش میکنی اگر نباشی بیرن میشی دوله حضرت عمر یک آدمی دانا فریاد کرده گفت یا عمر گفت 125 دولت من پریزیدنت بود 125 دولت پریزیدنت کرده گفت که من تو را گفت گوبرناتور حاکم میکنم فرماننده استیلای اونجا میگیرش فرماننده گفت گوبرناتور میشه مکتوب نیست میگن قرار نیست در دستش داد که میگن ای برین یک کودک میگه
در بغل حضرت عمر خودش پرتاب. حضرت عمر باور بازی کرد. بعد گفت یا عمر گفت همین من فکر میکنم که همین کودک بگو من کودکی بگونه است. شما به هیچ تعلقاتی ندارد. اینقدر اینا نوازش کردید. من 10 فرزند دارم ولی یک تاشو بوسه نکردم. یک تاشو نوازش نکردم. اوه هم یک بار دیگه هم تریکه بده. گرفت میگه درونده پرتاب. تو صدقه پریزیدنتی میشه. تو صدقه حاکم بشریکی. تو نسبت آیلت رحم نداری و تی خط خدا نباید رحم نکنی. بچه کار خدا که یک زمان به داری شوری این کافرهای بدبخت ما شما را میگوید که با در پیش عطت بچک نکنی. در پیش عطت بچک نکنی. و گذارده بچک نکنی دیگه. و با در پیش عطت با همه نگفتم مستفیدا. با فقط بچه داشته با در پیش عطت بچه نگیری. امروز چیه؟ باید شما خود دیگری کردن. و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوچنگا مثل ایک برمدن نماز اید که همه کودکان بازی دارن رقص بازی رو دید. یک کودک در یک چکیله گیسته است. پیشش برفت میگم محمد گفت بچم برای چی میگیری؟ گفت محمد من پدرم گفت مرد مادرم شو کرد و پیاندر من از خانه بیرون کرد. هیچ کس ندارم کجا برم. رسول الله میگه در کنارش دید بوسش کرد گفت که نخوای که عطادار شدی. بچم نخوام گفت من عطار میشم. عایشه گفت مادر میشم. امام حسن امام حسین عقد میشود. هنو فاطمه اپچت میشود. کودک میگه برداشته خونش بود عایشه گفت ما بچه دار شدیم. این بچه که گفت چکار کرد نوازش شو گفت لباسای خوب بود شمکش سر کرد. بعد این ساعت بعد میگه کوچه اومد که ای همه زیبا خورسن گفت تو همال گریسته دادی عطا نداشتی. گفت من عطا داشتیم. محمد بی جوانای بیگناه بچه نوال ما بچه ها ما بچه نکرستیم. ما دختران رو دختر نکرستیم. این کجا ما رفتیم کدام اصل اینو بسیار اصلی تلقیات اسلام در پیش این چیزا رو پرتاب خلافت انشاءالله. جوانای خوب شه، انسانای خوب شه خلافت، زنهای خلافت با مهر محبت شه نسبت شوهرات و نسبت فرزندات و برنده صحبت با پایان میرسونیم. الله سبحانه و تعالی انشاءالله اگر فرصت یاد یک وقتای با معین انشاءالله خلافت صحبت میکنیم. دنبال دلوه میکنیم انشاءالله خلافت هست. امید میکنیم که از این صحبت ها خلافت بهرمان میبرید. مبادا گفت سخته داشتن حضور اینکه از این خلافت بعض گناه ها عصبی میشن بعض سخته اگر میبینید که فایده همین نمیشه. حضور میپرسم اگر در دل تو سخت پیدا کرده شد مرا بخشید انشاءالله الله بخشنده را دوست می‌دارد. آخه من شما را دوست می‌دارم. من میخوام که شما حیات خوشی برید. من میخوام که در این دنیا سربلند باشه و در پیش الله هم روز قیامت شرمنده نشید. پیش الله نخداقت الله رب بندن گوه محمد علیه السلام امتن گوه اونجا فخر هستند. اگر گفته های نیاد کنیم خداقت در این دنیا هم خواهد نمیشه در پیش الله همیشه ما شما را نگهدار باشه. ما با شما خانه آبادی تنسیت خاطر کنیم. ما شما را دوست می‌داریم انشاءالله. شما برادری من هستید، شما خواهر و اپای مادری من هستید انشاءالله. من از سخن اینقدر نگیم. من شما را دوست می‌دارم. من می‌کنم که انشاءالله خلافت در آینده یک خلافت خصلت‌های خوب پیدا می‌کنیم. در آینده خلافت در جامعه زندگی های خوب می‌کنیم. گفت شیخ سعدی یاد دار نگر وقتی دادن تو گریان بودی همه خندان چنانده که وقتی مردن تو خندان باشی همه گریان. حضرت میگه وقتی که کودک در دنیا میآید بیچاره داد دارد همه خرسند یک دل تبریک داره مبارک باشد بچه مبارک باشد دخترک. وقتی که میگه خدا 20 سال و 30 سال و 50 سال عمر بده شما زندگی که میگه بعد مردنش آدما گیریم خودت خرسند باشی کاش که الله 10 سال دیگر نمیشن زیاده. پیغمبر که بهترین انسان کیست گفتن؟ بهترین انسان همون انسان است که فایدهش به الله و به مردم میرسد. بدترین انسان کی است گفتن؟ همان انسان است که زیانش به خدا و زیانش به مردم میرسد. ما باید تو فایده رسن باشیم انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.